روز دوم اکسپو اومدیم غرفه مصر رو هم ببینیم. دیروز غرفه عربستان و امریکا رو با هم دیدیم که خیلی خفن بود. امریکا فوق العاده بود. الان اومدیم پاویان مصر چون یه مقصد خیلی جذابه و کلا نه فقط برای ما ایرانی‌ها، برای کل مردم دنیا یه مقصد جذابه. ولی آمریکا یه چیزی انقدر تو ژاپن تو صف وایسادن، تو کل زندگیم تو صف وای نستادم. چرا فقط تو صف بنزین. بریم توش ببینیم چه خبره. غرفه مصر برخلاف اون چیزی که فکرش رو میکردم چیز خاصی نداشت تا الان که با اختلاف آمریکا خفن بوده. بریم غرفه اردن رو ببینیم، پترا داره، چی داره چی نداره، بریم اونو ببینیم و بعدش بریم فیلیپین رو ببینیم. این وسط من غرفه موزامبیک هم دیدم و بریم وارد شیم. هلا خیلی چیز عجیب غریبی نداره راجع به تحصیل و درس و تکنولوژی و صحبت کرده. دیزاین خیلی ساده‌ام داره. فیلیپینه، خیلی هم دیزاینش بامزه است. خستن میان دیگه اینجا استراحت میکنن و صف فیلیپین وایسی بریم تو فیلیپین ببینیم چی داره. مالزی هم فکر کنم خفن باشه، بعدش هم بریم مالزی رو ببینیم.
این باحال بود، حال کردم. بریم فرانسه رو ببینیم، بعد بریم ایتالیا و امارات. مالزی هم خیلی شلوغ پلوغ کرده، خیلی سر صداش زیاده. رسیدیم به غرفه فرانسه، اسمش سرود عشقه، به خاطر نوع معماری که حالا معماری دایره‌ای چیزی که خوندم و ترجمه کردم، چون اطلاعات زیادی راجع به معماری ندارم. خواسته که انسان و طبیعت رو به هم نزدیک‌تر نشون بده. معماری فرانسه خیلی خفنه. من هم با این دارم فیلم میگیرم، هم با این دارم فیلم میگیرم. من هم این وضعیت ببینم تو رو خود. بعد تو لایک نکن. یا خدا. لویی ویتون. پاویون فرانسه هم خیلی خفنه. اتاق لویی ویتونش خیلی عجیب و باحالی بود. حالا بریم به سمت اتاق دیگه‌اش. واو. من فکام افتاده چیزی نمیگم اما وگرنه چیز عجیبیه. رسیدیم به بخش دیور.
فرانسه هم دندونام ریخت، نه خودم ریختم، همه چیم ریخت. فرانسه هم خیلی خیلی فخر. اینجا هم یه اتاقیه که میان برندهای لوکس و اینا ظاهرا. خوب تموم شد، یعنی بهتر از این نمیتونست تموم میشه. خیلی خفن بود، خیلی. اومدیم سمت غرفه ایتالیا. از ورودیش که این کلاهخود سربازه رو گذاشتن، خیلی چیز باحالیه. بریم ببینیم تو غرفه ایتالیا چه چیز جذابی میبینیم. غرفه ایتالیا خیلی چیز عجیب غریبی نداشت. من با اون نقاشی داوینچی حال کردم. داوینچی خیلی آدمی بوده که میگن 500 سال از زمان خودش جلوتر بوده. دیگه یه غرفه امارات رو برم و برنامه اکسپو رو ببندیم. رسیدیم به غرفه امارات. اهلا و سهلا. اهلا اهلا الغالي حياك. چیز عجیب غریبی نداره. توقعم از امارات چیز بیشتری بود. اسمي حبيب الصفار، عميدة كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الأهلية. جمعش کردم آمدم، خیلی چیز خاصی نداره. جمعش ولی سرگرم کردن مردم میزنن و میرفتن. خدا به تا فردا که بریم به سمت کیوتو.